پس از شبکه بندی می توان با رفتن به منوی گرید و انتخاب گزینه گرید نود ادیتور و انتخاب فایل گرید مورد نظر شبکه حاصل را مشاهده کرد. با انتخاب هر گره می توان مختصات X، Y و Z برداشتی را در بالای صفحه مشاهده کرد. حتی می توان در صورت مشاهده خطا مختصات Z مورد نظر را تغییر داد و در نهایت با رفتن به منوی فایل و انتخاب گزینه سیو نتیجه تغییرات را در فایل گرید ذخیره نمود و یا با انتخاب گزینه سیو از می توان مختصات گره ها را با پسوند دت ذخیره نمود و نتایج حاصل را در صفحه ورکشیت مشاهده کرد. در شبکه بندی اینکه چه روشی را انتخاب کنیم اهمیت فراوانی دارد. به وسیله نرم افزار سورفر 7 می توان این انتخاب را آسوده نمود. پس از هر شبکه بندی با رفتن به منوی گرید و انتخاب گزینه رزیدوالز می توان فایل شبکه بندی شده را انتخاب نمود. سپس نرم افزار از ما فایل حاوی اطلاعات اولیه را جهت مقایسه می خواهد. در کادر گرید رزیدوالز ستونهای X، Y، Z را تعیین می کنیم و نتایج را در ستون E نشان می دهیم. حال ستون X، Y و Z اطلاعات اولیه و ستون E اختلاف جبری Z حاصل از نرم افزار با Z اولیه است که در صورت مثبت بودن با Z اولیه جمع می شود و در صورت منفی بودن از Z اولیه کسر می شود. در جاهایی که هیچ عددی در ستون E نوشته نشده بدین معنی است که گرهی روی داده اولیه منطبق نشده است و می دانیم روشی خوب است که تک تک این اختلاف ها و همچنین مجموع جبریشان نزدیک صفر باشد. به این طریق روش بهینه انتخاب می گردد.